نازنین یولچیوا نمایشی را تمرین دارد که قرار است در یکی از صحنه‌های بزرگ اجرا شود. کسبی که نزدیکان باور داشتند نازنین بعد چند روز تمرین ترکش می‌کند، حالا یگانه منبع تأمین خانواده شده است. Так уж вышло, что у нас нет отца дома, и у меня роль кормильца. ما از پدر جدا زندگی میکنیم و من نانوری خانواده هستم. در خانه خواهر و دادر و مادر بزرگم هستند. البته مادرم کار میکند ولی خانه رو اساساً من تأمین میکنم. پول برق و پرتو و خدمت رسانی های کمونالی رو میپردازم و خریدهای دیگر رو نیز من میکنم. Еще помимо этого себе что-то могу прикупить, я спокойно. یولچیوا میگوید تا هنرنمایی در صحنه‌های بزرگ راهی پرپیچ و تابی را طی کرده است. Но балет это же не просто ты вышел на сцену и встал красиво. Это годы работы. балет این نیست که تو راست به صحنه میبری و زیبا میرقصی. آن سالها کار، گریه و مبارزه های داخلی را طلب میکند. در این حالت ها دستگیری والدان خیلی مهم است. زیرا من خود این همه را از سر گذراندم. حالت های بحرانی داشتم که میگفتم تمام. این کاری من نیست و من بس میکنم. Работать. А такие вещи, как поездки, они очень сильно мотивируют, допустим, продолжать работать. با گفته محمد عظیمزاده، رقاصی بالت نظر جامعه به کسب او نسبت به سالهای پیشین تغییر یافته است. مردم عادت کردگی مردم уже به نمایش‌های ما زیاد میآیند، تماشا میکنن و میکنن، بسیار حیرانی میکنن که تو چخه میگن هم بالرینا را با یک دست میبرداری. ما چند نفر بود که گفتم ما سپورت زال میریم، شتانگه میبرداریم، حالا که یعنی چه ارده برشانه میتونیم تو بالرینا را یک دست قطعی میبرداریم. اما منوچهر محمودزاده رقاصی بالت میگوید حالا هم هستند عاملانی که نمیگذارند نمایش‌های آنها سیر بیننده شود. به گفته محمودزاده حتی پدر و مادرش به تماشای هنرنمایی او نمی آیند. ما کمتر قشلوق در زندگی میکنیم، رحمون دوره یک دیمش که уже فکر زندگی دیگه طرفته اسکوست داده و خود نیسته. کدام طرفته است؟ طرف حیات زندگی. از کجا یک چی بکنم زندگی ما پیش برم. هرچند در تئاتر اپرا و بالت نمایش‌های نو گذاشته می‌شوند ولی نه همیشه کرسی‌ها پر از تماشابین هستند. این صنعت برای همه نه، این صنعت برای عامه نه، برای یک گروه خاصه آدم‌ها هست، برای آدم‌هایی که ذوق درک بالت دارند. همه آنهایی نیست که مثلا از یک مکتب میانه از یک جا بیاری شنونیو و هم یک باره رقص تماشا کند و شاید بعضی چیزهای زیبا، بعضی حرکت‌های زیبا دیده مثلا شاید لذت میبرد، لیکن وای به عمق وای اثر، به عمق وای هنر نمیرود. من یکم اینترس نداشتم، برای من فکر میکنم منم لازمم نیست رفتن تئاتر بالت. برای که من دیگه شوق من در بالت واپس نیست. اگر هم رقص هم باشه، رقص تاجیکی ملی خودمون بالت من لازم است. به نظر فرنگی سعیدزاده رقاصه بالت، وضع رقص بالت در تاجیکستان نظر به چند سال پیش بهتر شده است. Я думаю, что у нас بالت تاجیک حالا در حال رشد است بگویم می شود. ما حالا بیشتر به صفت توجه می کنیم. آنهایی که تا ما بودند یعنی نسل پیشین همه تلاش را کردند تا آن چیزی بود حفظ کنند. ما نسل نو حالا تلاش داریم که دقت همه را هم تماشابین و هم شاگردان و والدان را جلب کنیم. ولی هنوز هم مشکلی‌هایی هستند که به نظر فرنگی سعیدزاده رشد بالت را در تاجیکستان کمتر می‌کنند. من فکر میکنم که به ما یک خوابگاه نمی رسد. اگر خوابگاه باشد و از آنجا ما کودکان را جلب کنیم، دست کم مشکل نارسایی متخصصان حل می شود. دیگر ما مجبور نمی شویم که متخصصان را از خارج دعوت کنیم. محمد عظیمزاده میگوید برای آنکه بالت تاجیک شهرت یاب شود آنها باید بیشتر سفر کنند. سفرهای هنری خارجی که به گفته او هم تجربه می‌آورند و هم نام. اگر خوبتر میشد به فکرم یک سال بعد ممکن یک 4 تا 5 تا گاسترول شود. به نزدیکی در سوخت چند نمایش ما پیشکش کردیم، لیکن میخوایم که دیگر دولت ها بالت تاجیک نشان دهیم که
و ایها هم بینن که گویان که در تاجیکستان بالت هست، چون که بعد وفات ستاره بالت تاجیک ملکه صابرова فکر میکنن فکر آنها ممکن که باشد که در تاجیکستان بالت نیست. رشد بالت در تاجیکستان به سالهای 1960-1990 راست می آید. این صنعت تاجیک را جفت معروف بالت ملکه صابرova و مظفر برهانوف به عرصه جهانی شهرت یار کردند. به گفته محمد عظیمزاده، سبب‌های رکود بالت در تاجیکستان گسترش سنتگرایی در جامعه و جنگ شهروندی می باشند که باعث رفتن متخصصان با تجربه از کشور شده‌اند.